برای همین خواهرانی که قرآن تاجیکی رو خوانم گفته از این طرف اون طرف از پی فتوا گرفتن هستید که فلان حاجی گفت، فلان دعوتگر گفت، فلان ملا گفت، بدانید که قرآن با زبان عربی نازل شده است. ولا ضالین را ولا زالین گفتید خطا میکنید. صبر را صبر گفتید خطا میکنید. یحکم را یحکمو گفتید خطا میکنید. یعلمون را یعلمون گفتید خطا میکنید. یعنی قرآن را با تاجیکی خواندن نمی شود و به خاطر نجات خودتون که برای هر یک حرف قرآن شما ثواب میگیرید، برای هر یک حرف ثواب میگیرید. از خواندن قرآن هم عصبتان آرام می شود، هم نور چشمتان می شود، هم قلبهایتان آرام می شود و قرآن خواهد نخواهد برای شما در دنیا و آخرت نور است. به یاد گرفتن قرآن شروع کنید. 1 ماه یا 2 ماه اگر ذهنی خوب داشته باشید یاد میگیرید. نه گفتید من در 1 سال یاد گرفتم، برای 1 سالتان شما ثواب